زیاد بازم به همه حالت نمایشی تو بلند میاد به داخل محوطه جریمه. روزبه چشمی پشت محوطه جریمه، این ضربه با پای چپ و دروازه استقلال باز میشه. راست اونجا امیرحسین جدی به توپ رسیده، موقعیت هست برای بازیکنان ذوب‌آهن. ارسال، این ضربه سر و گل دوم برای ذوب‌آهن. توپو در اختیار گرفته، یه ضربه بسیار زیبا، چه گلی زد. بیکار حسن شوشتری میزنه و گل سوم برای ذوب‌آهن. حساب کار 3-1 میشه. میده یاسر آستانی، یک به گلی از پیش رو بر میداره. تو اولین لمس توپی که داره نازون داخل محوطه جریمه، راه بسته است، بر میگردونه. حالا اونجا ضربه سر و دروازه باز شد. حساب کار 3-2 میشه. جال بلند نفوذ کرده رامین رضاییان، ضربه سر رامین رضاییان. 3-3 مساوی در دقیقه 94 استقلال امتیاز میگیره از این مسابقه.